هر شوهری که همسرش را به حجاب یعنی با پوشش شرعی امر نمی کند در آن هیچ خیری نیست و هر شوهری که غیرت ندارد از او هیچ خیری نیست. گفتند حیای زنان کجا رفت؟ گفته شد رفت تا غیرت مردان را جستجو نماید. پس کسی که بر همسرش غیرت ندارد او را هم دوست ندارد. غیرت بر زن از کاملی مردانگی است و نبودن آن از نشانه‌های بی‌دیانتی یا دیوسی است. بر همسرش غیرت نمی کند مگر آنکه او نزد وی اهمیت داشته نباشد، اهمیت ندارد و مورد توجه هم قرار ندارد. ابن قیم رحمت الله علیه فرمودند هنگامی غیرت از دل بیرون رود محبت نیز از آن بیرون می رود، بلکه تمام دین از آن خارج می شود. الله سبحانه و تعالی می فرماید الرجال قوامون علی النساء، مردان سرپرستی زنان را به دست دارند. این آیه کریمه نشان می‌دهد که مرد مسئول حفظ، تربیه و حمایت از اهل خانواده خود است، از جمله در مسائل حجاب و عفت و پاکدامنی آن. پس مراقب همسران خود باشد. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که روایت بخاری و مسلم است کلکم راع، همه شما مثل یک چوپانی هستید و کلکم مسئول عن رعیتی، و هر یک از شما مسئول رعیه خود است، زیردستان خود است. فالرجل راع فی اهل بیته، و مرد مثل چوپان است در اهل خانواده خود. این مرد مسئول است که زنش را به خیر امر کند و از بدی ها او را نگاه بدارد. و در دیگر حدیثی که روایت بخاری و مسلم است فرمودند ان الله یغار والمؤمن یغار، به درسته که الله غیرت دارد و مؤمن هم غیرت دارد و مؤمن از غیرت دارد. اما درباره دیوسیت و غیرت نداشتن فرمودند که ثلاثه لا يدخلون الجنه، یکی از اینها الدیوس گفتند. سه کسی است که داخل بهشت نمیگردد، از اینها دیوس است. روایت احمد. سه گروه که بهشت داخل نمیشوند، یکی از آنها دیوس است، کسی که بر اهل خانواده خود غیرت ندارد. برای همین ابن جوزی چه فرمودند اذا ترحلت الغیرة من القلوب، هنگامی که غیرت از دلهای بندگان بیرود برداشته شود، ترحلت منه محبت از او برداشته می رود، بل یترحل منه الدین کله، بلکه تمام دین از او می رود. و شیخ حسین فرمود که الغیرة من الایمان، غیرت از ایمان است. و من لا غیرة له لا ایمان له، کسی غیرت ندارد پس ایمان ندارد. و همچنین ابن عبدالبر گفتن که اجمعوا، اتفاق کردن علما، على ان الرجل یجب علیه ان یصون اهله، علما اتفاق کردن که بر مرد واجب است که اهل خود را حفظ نماید. پس غیرت در اسلام این نشانه ایمان است، نشانه مسئولیت مرد بر خانواده اش است، نشانه محبت پیوندی رابطه زن و شوهر است و نبودن آن بسیار خطرناک است و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.